درود به شما دوستان گرامی. با امید خوشی‌های روزگار شما با نشر نوین برنامه ما شروع می‌کنیم. در شهر گلستان ولایت سوخت مسابقه فوتبال بازان برای جام لیگ فوتبال در گروه‌ها به پایان رسید و به دسته‌های ختلان و رفشان کلوب میسر شد که با بازی نهایی راه خط گیرند. تفصیل بیشتری برنامه ما. یگانه دسته‌ای که در جام لیگ فوتبال تاجیکستان در همه بازی‌ها به پیروزی نوری شد این دسته ختلان شهری بختر میباشد که در وقتی آخری خود بر کلوب مرکزی ورزش ارتش با نتیجه 3-0 پیروز گردید. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 85 به حمله‌گری ختلان سنت‌الله اسماعیلو موفق گردید که حساب را باز کند. دو لگیونر نوی ازبکستانی باختری‌ها جمشیدبek حمیدوف و علیشر زیابودینوف در پایان وقوری باز دو گل دیگر را به ثمر رسانیدند. در نتیجه در گروه و دسته ختلان از 3 بازی 9 امتیاز به دست آورده و دروازه حریفان 12 توپ وارد نمود و 4 توپ از دروازه خود گرفت. در این گروه خوجند بر رفشان ظفرآباد با نشاندهی 2-0 غلبه کرد و صاحب زینه دوم گردید. کلوب مرکزی ورزش ارتش جای سوم و دسته نوی لیگ عالی رفشان ظفرآباد مقام چهارم را کسب کردند. در گروه آ فوتبال بازان دسته اسخط شهر خوجند بر دسته نوی لیگ عالی سابقه دار لیگ عالی رگریت دست با حساب 4-2 غلبه کردند. دو گل اسخط را سنجر رخسیبویف، یک گلی را بوهیر سنگینبویف و اکتمجان حضرتوف به نشان رساندند. بعد نتیجه 4-0 با فتح‌الله فتح‌اللهیف میسر شد که دوبل خود را به ثمر رساند. نهایت در گروه ب روز آخر به روز گلباران تبدیل یافت. دسته رفشان شهر کلوب با دروازه دسته گلستان 14 توپ زده به صدر جدول مسابقات برآمد. در این وقوری عبدالخلیل بارونوف با دروازه گلستان 5 گل زده پنتاتریک کرد. عوض قمچینوف با خطریکش در پروتکل بازی ثبت نام نمود. در این گروه استرافشان در بازی آخرش بر دسته جوان استقلال 4 توپ وارد نمود. در جدول مسابقات رفشان و استرافشان نتیجه یخیده نشان دادند، اما از نگاه نسبتی توپ‌ها رفشان کلوب به فینال بازی‌های جام لیگ راه یافت. به همین ترتیب برای جام دو دسته ولایت ختلان و رفشان مبارزه می‌برند. برای زینه سوم دو دسته ولایت سوخت استرافشان و اسخط با هم دیدار انجام می‌دهند. برای جای پنجم خوجند با فیضکند، برای جای هفتم کلوب مرکزی ورزش ارتش با منتخب جوان 20 ساله، برای جای نهم جوانان استقلال با رگرتدست و برای زینه 11 و 12 رفشان ظفرآباد با گلستان وارد رقابت خواهند شد. دوستان گرامی، حریف سوم دسته استقلال دوشنبه در بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا در گروه آ معین شد. دسته‌های شارجه امارات متحده عرب و همچنین زور عراق در یک بازی نهایت پرشدت نتیجه 1-1 را بر جای گذاشتند و در وقت ایلوگی هم حساب تغییر نیافت. از ضربه‌های پنالتی دسته شارجه با حساب 6-5 پیروز شد و به بازی‌های گروهی لیگ چمپیون‌ها شامل گردید. اکنون توجه میکنیم به نوگیری‌های فوتبال اروپا. دسته منچستر یونایتد در بازی خانگی خود در اولد ترافورد از دسته اتلتیکو مادرید با حساب 1-0 مغلوب شد و هنرنمایی خود را در لیگ چمپیون‌های امسال به پایان رسانید. چیزی حیرت آور آن بود که بعد این غلبه مخلصان منچستر یونایتد قهر و غضب خود را از دیگو سیمیونه سرمربی اتلتیکو گرفتند. بیچاره دیگو رو ببینید. در وقوع‌های باقی مانده 8-1 نهایی لیگ چمپیون‌های اروپا همچنین یوونتوس از ویلاریال با حساب 3-0، آیاکس در میدانش از بنفیکا 1-0 و لیل از چلسی با حساب 1-2 شکست خوردند. عجیب اون است که همه دسته‌هایی که در سفر بازی کردند به غلبه کامیاب شدند. حمله‌گری بایر آلمان و سابق بازیگر دسته زنیت سنت پترزبورگ اینچنین دسته منتخب ایران سردار آزمون برای گذاشتن تشخیص ژنتیکی برای حق پدری داشتن به سنت پترزبورگ خواهد آمد. این در حالی گزارده می شود که دختر برای حامله شدنش از سردار آزمون او را به محکمه کشیده است. به گفته دختر وی با آزمون در سال 2018 وقتی که حمله‌ور در روبین بازی میکرد شناخته شده است و مناسبت آنها به عشق پیچیده است و همدیگر را دوست داشتند. در ماه می سال 2021 دختر کودکی تولد کرده است. نوبسته به بسته شدن راه‌های هوایی آزمون مجبور است که برای حل این قضیه به روسیه آید. ارلینگ هالند حمله‌گری دسته بروسیا دورتموند با دسته منچستر سیتی خواهد گذاشت. در این باره دیلی میل خبر می‌دهد.
ба иттилои манбаъ шаҳриҳо ба ҳамлагар ҳафтаи 600 000 евро маош пешниҳод карданд. онҳо интизоранд ки ҳамлагари норвегӣ ба ман сити мегузарад. қаблан хабар дода шуда буд ки манчестер сити ва ҳоланд аллакай дар бораи шартҳои шартномаи шахсӣ ба мувофиқа расидаанд. эрлинг ҳоланд моҳи январи соли 2020 аз редбули залцбург ба маблағи 20 миллион евро ба бошгоҳи олмонӣ гузашт. шартномаи феълии норвегӣ то соли 2024 ба охир мерасад. дӯстони гиромӣ, ин хабарҳое буданд ки мо мехостем ба самъи шумо расонем. боқӣ сеҳатмандию пирӯзии шумо орзуи мост. хайр.